تو رو با سری ندیدم. حقت رو حلال بیکن اکا جانم، اکا جانم. بتول سمیعی است، خطرناک بوده. یه برادرش تو سرش من نشو. این مجنون ای سردارم، حال این مجنون را ببین. لیلیش گم شده است، او را دیوانه‌وار میکنه. جمع بزن پشت را. بتول الو سردار، کلتکلس رحمتی شد، وفات کرد. تمام فهمیدم. برادر در کجایی؟ بتول در کجایی؟ در اینجایم. برادرم بتول سامی برو شد. تمام اکام در کجاست؟ اکام در کجاست؟ آروم شد. تمام آیسته.
بنبست از جوی بچه برادر جون التجا میکنم وقتی مردنیتون نرسیده است برادر جواب ده برادرم چشمونت را کشو الو یاری تجلی است بمب کفی زود بیایید یک انسان زخم وزبین برداشته است نزد ساحل انبارهای نزد ساحل است کو اخونت را پیدا کنید زود بیایید برادر جان برادر از تو خواهش میکنم مرا تنها نگذار بگو کی بوده است؟ مرد یا اینکه زن؟ مایلش به من رسانده. کمیسر مگر یکون چیز شد مگر زخمی شده است حکم نمیدونم اما از اینجا باید برید رفتیم برید زود برید تو هم بر همینجا مونم گذار ایتون باش از برای خدا برو نجاتی زود باشه التماس زود باشه برادر مرا تنها نگذار برادر خودت رو از دست نده التماس ماشین رو تیزتر بیرون برادر جان انا من در نزد هستم پیدا کردید؟ آقای اکرم حالا زهرا رو نیافتم اما چه یافتم در واقع به شما خبر میدیم میلش خیر از تو خبر انتظار زود باش پدر جان بابا جان همون پدر جان هیچ گپ نیست خدا رو بدست گیرید پدر جان نفس کشید پدر جان زهرا مرده باشه چه میلیس دخترم تو چه گپ زدی صدایی تمام پدر جان همش خوب است آرام شوید پدر جان برادرم طاقت میکن التماس میکنم نجات مییابد یکان گپ گوید آخر برادرم التجا میکنم مرا پرداخت نرو تو چی چیزها را پس سر کردی نخواهم این را پس سر نکنی برادر نکن چشمانت را کشه آخر برادر بتون نبر خوب است بمب سوخته بوده است من خوبم زیابا بتون چه خیره بتون خوب است خواطر نشم کلتکلت رو نمیدونم اما در یک انبار ترکیش سخت شده است یک کس زخمی شده است که بدونش رو نمیدونم حالا برو و بیمارخانه التجا میکنم من کم نباشم بتون آروم باش بین هیچ گپ نیست زهرا خوب است عقلت هم خوب است یاسمن بگو در کدام بیمارخانه است تمام زود میآیم زهرا و بابایت زنگ زن فراموش نکنی بسیار خواطر شده است میلش ما رو میبرید ببین به انبار نمیرویم و بیمارخانه میرویم یافتم من نفهمیدم که این حادثه ها چی معنا دارن لبک احمق میمر که خوبتر فکر کنید سردارم در اینجا هدف اساسی کلتکیلس است حتی تکیره نکی خب کن سردارم دخترها را سقراط همچون دام استفاده بود چرا؟ چون که قصاص جیانش اژدها را خواست که از کلتکیلس و خشو تبر و نزدیکانش بسیتاند همین رو در خاطرش بگید کلتکیلس را به دیگر انبار کشانده در آنجا به جان او قصد کرد و فکرم سقراط کلتکیلس را کش سردارم
کارتکلش رو با دام افتاد انیک جسکل لرزون خدایا نکای من نباشد ای احمق بیفهم خاموشم با محیط زبان شم من رو ببخش سردارم که از دهانم برآمد نه کارتکلش نمورده است زنده است کارتکلش شاید اگر سوراخی افتاد گریخته است دمت رو گیر زود باشه جیمان زود باشه زود باشید رک شوید برادر اینچه مستقل بیخون برادر جون استاد احمد احمد تو چی کار کردی؟ احمد التجا میکنم من تو هیچ چیز نشود من به تو زندگی کردن نمیتوانم احمد آرام شوید خانم جون استاد احمد با قوت از انشالله که صحت میشود خدایا تا و اینقدر به هم دیگر مانندند عینک‌هایش رو گیر جراحی را آغاز میکنه پسرم صبحت بخیر باد صبح بخیر خالای نالان شما چی خیلی؟ دیگر چی خیلی می شود تمامی بدنم را خنکی زده است خدا با شما شفا آمین تو هم شفا یاب روزتون بخیر سلامت باش پسرم ماشینت را عوض کن آخر هر روز احوالت همین است شب و روز ماشین را تیله میکنی از تیله کردن تو خسته نشدی مگر با خدا که خالای نالان من از او از من راستی از یک دیگر راضی ما خدا از شما راضی باشد پسرم حرکت کن بچه ها ماشین استاد احمد باز ویران شد مجبوریم تله میکنیم نه بیزار شدی بچه ها بیاید ماشین رو یک تله دیگه تا انا همون ایستگاه آخه در دور نیست کن پسرم یک ثواب گیراخی دایی می نالی تو استاد بیزار کردیم برای ماشین کنه و علیش کرد رفت تله کن رفت همینم خور شد استاد اه آخه این کار با ما هیچ زیبایی نداره گم نزنه تله کنه نه خود دختر ماشین تله کند استاد آهسته تمام خیر بچه استاد همه ماشینتون را التماس عوض کنید پسرم مگر این کار نشده است یا آخر این نوست خیر روید زنگ زن زود بسیم روید زود باش مالش کمتر کشوده ایستم ای بیزار کردی دفنم بوده نرس مرا رو از اون بوسه این امتحان از کجا برآمد من هیچ تیار نیستم من هم ایمان با این سوالو چقدر جواب میدی همه بین پرگال که تیار کرده استاد ها ما رو گفت از استاد احمد خوشگو پرسید جواب رو با شما میگوید
با تو چی؟ شاید من با اصول خودم رو شیرین کرده ایستادم. تو چیکار میکنی؟ مگر با فوتبال نمیرویم؟ آخر امتحان داشتیم. خیر؟ چی خیر؟ بیا میرویم. استاد احمد ما رو هیچ چیز نمیگوید. انشالله. عشقم تو پروا نکن. خانم ایزگان؟ استاد احمد السلام. چی؟ من حالا هم جواب شما را انتظارم. بخشیش کدام جواب؟ کدام جواب میشد؟ البته جوابی آیله داشتوی تکلیف کرده بودم. احمد جان من لیکن فکر کردنم رو به شما گفته بودم خیر. خب پس نباشد من بی‌صبرانه انتظار. مایلش احمد جان. استاد احمد درسای خوش استاد. به شما هم درسای خوش. تشکر. تلفن من هم زود بچه ها کنی به جایتان گذارید. استاد روزتان بخیر و شادی بود. روز بخیر بچه ها زود گذارید. روز درس میخونیم. شما اینا بیاید. درس نخونیم. این ورقه های امتحانی را تقسیم کن. امتحان را آغاز میکنیم. زود. استاد نگیریم نمیشود؟ چی را نگیریم؟ امتحان را استاد. دخترم بیایید بیهوده گپ نزن. بشین. خدا با شما فهمیش خوب نصیب. پسرم در کجا میگردی؟ گذر امتحان سر شد. استاد برای دیر کردنم عذر میپرسند اما یک گل بچه با بالای درختی در باغچه بوده برآمده است. گفتم با او کمک کنم برای همین به درس دیر کرده. نخواهی گل بچه در کجا؟ در باغچه استاد در بالای درخت خواستم با او کمک کنم اما نتوانستم. پایش در بین شاخه محکم شده است. حالا هم در آنجاست؟ در آنجاست استاد. از سببی که بالای باد برآمده بود من با او کمک کردن نتوانستم. بیا با همین بسیطه رویم که با فوتبال نباشه دیر میمونیم. استاد استاد چون من با ورقه نگاه میکنم گربه پیش چشمم میآید. یعنی آخر حیوانی بیچاره در بالای درخت مونده است. ما در اینجا امتحان میسپاریم. بله استاد. گربه را به حال خودش گذاشته نمیتوانیم. استاد من در این حالت امتحان سپاریده نمیتوانم. دست پایم را بینید چخیل میلرزد. مگر نگفته بودید که اگر حیوانات ها به مشکلی گرفتار شده باشند با کمکشان حرام گناه است؟ بله استاد. یاری کردن با حیوانات ها شرط مگر فرض نیست نگفته بوده؟ استاد با خدا که نرویم او بول است. خیلی بول. دست گذاشتن گفتم بود کو. آخه بچه ها بینید یعنی البته در دینمان به آنهایی که به مشکلی گرفتار شدن کمک کردن البته این فرض است. شما در اینجا بی آواز به امتحان تیاری بینید. کنی بچه ها؟ کامران رفتیم پسرم گربه را نجات. استاد مگر این برای ما فرض نیست؟ ما هم میرویم. استاد گربه در بالای درخت باشد اینجا ما امتحان سپاریم. این خله میشه. بله استاد ما هم با کمک گربه میرویم. همین خله برادران. بله استاد ما عزیز ما محروم نکنید. التماس لطفاً. راست میگم استاد. خب بچه ها این خیلی که باشد کنی بیایید. استاد من خواستم با او کمک کنم اما بسیار بلندی بعد که برآمده بود من نتوانستم. در کجا؟ انا در بالای اون درخت. کنی بیا. در کجا؟ انا استاد بینید رو. بیا میگریزی مخنون. استاد برایت بعد میرویم. بیا رویم آخر دیر میشود نمیفهمی. حکیم لبا استاد تو چیکار داری؟ استاد گربه رو نجات میدیم. کنی یک طرف است؟ یک طرف. شما به من امانت هست. اما استاد باز نرفتی. این را بیدار پسرم. بین از امتحان خلاص شده. خب زنی من تو امتحان رو حتما از اون میگیردم. مگر تو نمیبینی که فکر و خیالش چهل با گروه باز نرفته. کنی من را برداری. استاد آیین استاد بودی خط بشد احتیاط کنید. خوبم بچه ها خوبم. خوشی میرفتن. استاد احتیاط کنید. استاد محکم باشید. استاد با دقت باشید. استاد باش با چی شد؟ خیزید استاد. خیزید باش چی شده باشد؟ یا خدایا خوب
چی خیلی؟ و تو یک چیز رو میگویم امروز چی شد میدونی؟ با بیمارخونه 2 آدم آوردن با همدیگر آنچنان مانندن که حالا آنها رو به جراحی میدارن. آنی آخر در فیلم ها دوگانی کار رو نشان میدهند که با همدیگر سخت مانندن. بگاه با کجا رفتن امان رو انیق کردی؟ ای چرا؟ ای آخر وعده داده بودی. چی؟ چی خیلی از من جدا میشوی؟ چی؟ مرا فریب کردی؟ با آن دختری مویزن ها؟ خدا تو رو زند دیگر با من هیچ زنگ نزن. احمقی پستی بلحوث. همه مردها انمی خیلن. اوف باز با من زنگ زده مرا فریب داده نشان را میگوین آدمی پس. باورم نمی آید. ای؟ همه تون پست هستی. تو هم پست هستی. برید او رو دفع کنید از پیش چشمم نبینم. شوکت اکم چخیل است. شوکت من هم نمیدونم به تو با جراحی در آوردن زبان و رویش دریده بود. خدایا اکم رو نگه باش التجا میکنم. خدایا ما یک دیگر رو یفتیم التجا میکنم او رو جدا نکن خدایا. بیتول جون آخر با جراحی در آوردم اکم خوب میشه. تمام خدا رو به دست بگیر در حقش دعا کن صحت میشه. کنی اینجا بیا خس آیا اون بیشرف در کجاست ها؟ در کجاست اون بیشرف؟ در حقیقت اون انبار ترکیده ها؟ قطع در کجاست؟ در اونجا رفته بین سر رویش پاره گشته است. دهانش پر از خون است. برادرم در آنجا مرده ایستاده است. تو چرا میگویی؟ مگر تو دیل داری؟ الیا اونال بس هست. دعا بکن که نمیرد. او را من میکشم با دستان خودم میکشم. آخر اون بار به تو میگویم به حالش گذار برادرم را. بسیار گرم نزن. وضعیتش معتدل است. او را به حجره دیگر برده میتوانیم. مایلش جنابی دکتر. نزدیکان احمد شمشک هستند. استاد احمد چه خیر است؟ جنابی دکتر خوب است؟ با او چیزی نشده است؟ مگر مرده است؟ نه این خیر نیست. جراحی خوب گذشت. حالا همش خوب است. اما یک چیز است. حالا هم با پرگی خطر رو پسی سر نکرده است. با اینش هم شکر. احمد برای هر چیز زودتر بیدار شدنش اکنون دعا کنید. استاد احمد کی بیدار میشوند؟ شاید یک چند ماه پس، شاید یک سال. این را عمیق نمیدانیم. همش در دست خداست. احمد جانم، استاد احمدم، زود بیدار شم. آخر من برای انتظارم. چه خیر وضعیتش چه خیر است؟ در جراحی است ما هم انتظاره. بیا ینگه اینجا شیم. نه نمیشنم. جراحی و بیمار خیلی خوب گذشت. تنها زبانش دریده بود. شاید دیگر گپ زدن نتواند. احوال این بیمار باشد بسیار بد است. اگر این را نجات داده نتوانیم پس زبانش را گرفته به زبانی او میچسبانیم. او گپ زده میتواند. آوازش کمی تغییر مییابد لیکن خونروی حالا هم دوام دارد. خونش بسیار رفته است. حالا خون در کار میشود. به او 5 لیتر خون گذرانیدی. باز گذرانید. نفس کشیش گم شده ایستاده است. نبض دلش سوز شد. دیگر بیفایده است. نام میت زیا بلگین. وقتی وفات 15:30. نزدیکان زیا بلگین هستند. وفات کرد.
السلام علیکم. زود باشید. برادرم استاد جانم اکنون به تو چیکار میکنم استاد؟ سوال هایم را از کی میپرسم؟ مرا تنها گذاشته رفتی استاد. خدایا مرا و جماعتم را از دست این داملای ساخته خلاص کردی. والله باللهی که قربانی کرده و تمام این مردم محله تقسیم کنم. برادرم چرا مرا تنها گذاشتی؟ بیا برادر، بیا با اون طرف گذر با اون طرف گذر. محترم جماعت، بنده گناهکاری در این تابوت خوابیده را به رحمت خدا و شفاعتش روان میکنیم. شما به این بنده گناهکار آیا حقتان را حلال میکنید یا نه؟ باوری دارید؟ انیق حلال میکنید. حلال میکنید. خوب فکر کنید. من حلال نمیکنم. من نمیبخشم. ای خدا تو را زند ساختگان ابله. آمین یا رب العالمین. سردارم میخوایم کارا نکنه. سردارم میدرویم. آخه سردارم میتواند با بچه در آمدن ممکن نیست. سردارم با بوله با خدا. همه باید باشد. الله اکبر. زود باشد. احاطه کنه. اطراف رو احاطه کنه. یزدان چی کار میکنی؟ سردارم چی کار میکنید؟ اینقدر مردم در اینجا نماز جنازه میخوانند. از برای خدا این کارا نکنید. این گناه عظیم است. انیق این کتکیلس است. چیه؟ به کمیسر چی کار میکنی؟ مگر سوی مرده سلا دراز میکنی؟ کاری تو چی؟ چکل کار من چی؟ اکه اونال از برای خدا این کارو نکنید، گناه است. یا ملاکنی تو بدرو کشا. انیق در کجاست؟ نفس گیرکش در کجاست؟ بخشش که اونال چی خیلی نفس گیره؟ اسبابی نفس کشی. که اونال چی خیلی نفس گیرد؟ مگر مرده ها نفس میکشن؟ شما رو آفتاب زده است. یک گم شب بسیار گم نزن. سردارم من فهمیدم درباره چی گپ میزنند. آیا کینو از کو وقتی که آدم بهوش خواب است نفس سونی میتن کن نفس که از لای تریزه میگیرن میمونن. برادر اینجا فیلم بنور نگرفته ایستادن. اینجا جنازه است. التماس که اونال آدمو تا بگی برای. اگر این هیلتون میگذرد اوی اسباب نفس گیرش در کجاست میگویم. برادر کمیسر مشکلی نیست. من شخصا خودم تفتیش کردم. اگر نفس گیرک می بود او را خودم از دهان و بینیش میگرفتم. توبه کردم خدایا. تو چی کار کرده ایستاده ها؟ تو حقی تحقیر کردنی برادری منو نداری. از اینجا رو زود از اینجا رو زود رو گفتم. یزنه شما در بین جنازه چی کار کرده ایستاده اید؟ شرم نمیداری؟ بیا بار کنیم. بیا دو طرفی. سردارم بس از آخر اگر نفس کشک سونی در کار کی باشد از بازار چند قدر که در کار باشد خرده میارم. رفیقان سیلا را پایان کنه زود باشو بچه ما نماز کلتکرس رو میخونیم میایم. اکنون بنیاد این جنازه این رو نمیخوانم. لیوی چی گپ است؟ سل شما مامی چه؟ صفحه را راست بکنیم. مرحمت به نماز جنازه. همه بنیاد باشد. الله اکبر.
بیدار شد جناب دکتر. این معجزه است. به خود اومد. شکر خدا. بیچاره 1 سال شد که خواب بود. خدا شفا دهد جناب احمد. جناب احمد. احمدش کیست؟ با من چی شد؟ چرا من در اینجایم؟ جناب احمد لطفاً آرام باشید. شما باید استراحت کنید. از برای خدا آرام باشید. فراموش خاطره‌تان گذرنده است. خدا خواهد خاطره‌تان برقرار می شود. خاطرم؟ بله. با خاطرم چی شد؟ پس چرا خاطره من رو گرفتید؟ برگردانید. چرا من در اینجایم؟ چی شد؟ چرا هیچ چیز را به یاد ندارم؟ فراموش خاطری را پس سر کرده ایستاده. روزهای نزدیک خاطره‌تان برقرار می شود. من کیستم؟ جناب احمد. من کیستم؟ آرام باشید. آرام باشید. نام شما احمد شمشک. احمد شمشک؟ بله. از سببی که از بالای درخت افتیدید خاطرات از بالای درخت افتیدم؟ کی؟ دین امروز کی؟ 1 سال شد جناب احمد. 1 سال میگویی؟ زهرا جان التماس. سلیم من چیکار کرده ایستادم؟ چیکار کرده ایستادم؟ مردنی آن آدم را 1 سال نشده است و اویله دار شده ایستادم. زهرا جان میدونم اگر گویم قهرت میکنم. باید حق است که تو را مجبور اویله دار میکنم. یعنی 1 سال است که و خیلی یک آدم مرده زندگی داری. زهرا جان کلتکلس وفات کرده است. او دیگر زنده نیست. ولی تو باشی زندگی داری، باید حیاتت رو دوام دهی. هم ایکو تو رو بسیار دوست می‌دارد. چی دانم؟ شاید با گذشته وقت او را دوست داشته عاشق شوی. چه خیلی عشق سلیم، چه خیلی عشق. من عشق حقیقی در حیاتم داشتم را گم کردم. دیگر به هیچ کس عاشق شده نمی‌توانم. گرچه که ازدواج کرده ایستاده باشم هم دیدم این را نمیخواهد. یک سال در اینجا خواب کردم من ها؟ یعنی زندگی نکردم ها؟ خوب بود مگر من یگان خشت اعتبار ندارم ها؟ خانم همشیره این کیست ها؟ جناب احمد خاطرش را گم کرده از خانم. چی؟ احمد این رو یک جای پس سر میکنیم. امیدت رو از دست نده. یک جای خالی میبرویم. لازم نیست خانم همشیره. این بدبخت کی؟ خانم میشگان 1 سال دراز در نزد شما بود جناب احمد. خانم میشگان. یا خدایا مرا هم نشناخت. خانم میشگان انشالله همسری من نیست. انشالله من از دیگه همسرت میشم چون که تکلیفت رو قبول کردم. بله 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 لوینت آمدی؟ مغازه فتحو. از این معلوم میشه که لیوین زن میگیرد. همین خیلی نیست. بله مغازه فتحو. ولی من تو رو به اینجا دعوت کردم. تمام یگان گپ گفتن لازم نیست سیلا جان. من از چشمانت فهمیدم که شما چی گفتن میخواهید. بخشیش لیو جان من نفهمیدم تو از چشمای من چی رو فهمیدی؟ تو حالا هم حسیت رو با من آشکار نمیگی سیلا جان ها؟ کامپوزیتور بله موسیقی را بالا کن. اوه لیوین این دختر زیبا رو از جا پیدا کرد. ای خاک برادر. اوه لیوین جان روزی بیک همین تن و نفس خدا با سیلین جان میبخشید و زنی قبول میکنید. بله
پچه لئو جان تو تماما وضعیت رو خطا فهمیدی. من با اینجا بین برای زهره آمدم. چی؟ توبه بسم الله استغفر. بیا عزیزم. یعنی خانم زورا مردن کلتکلت یک سال نشده است اما شما ماشاءالله شوهر دوم پیدا کرده درم شوهر میکنید. چی؟ لبین خاموش نمیشه. خیر تمام کلتکلت مرد اما خاطرات او رو هم کشتی. گوش کن سلیم، اگر منم وفات کنم مثل خدا رحمتی کلتکلت شما هم رنگ همین زورا خاموش نمیشینم. اگر من هم بمیرم خدا نشان ندهد تو هم مثل زورا شوهر میکنید. مرا حالا کرم های قبر نخوردن، حالا استخوانم حالا که کرم ها بدنم را نخوردن استخوانه هایم پراکنده نشدن، در بالای قبرم سبزه ندمیده است. تو هم دویده در آغوش اون کس میدروی مثل خانم زورا. لیوین بس کنه خدا تو رو زند. لیوین بیا مانه در حق شوهر مرد است. تو چه ها گفته ایستاده ای؟ خیر مگر نمیبینی دختر در چی احوال است؟ من و بابای اکرم برای ازدواج او چی کارهایی نکردیم. تو باشی در اینجا چی چیزا گفته ایستاده ای؟ این خیلی بگو سلیم جان، من فکر کردم که اشک شادی میریزد. بازی من آرام میکنم. لیوین تو فقط خود من در آرام کردن دخترها بسیار تجربه زیاد دارم. خانم زورا و فکر من این قرار شما بسیار عالی جناب است. مرا ببخشید و گپ‌هایی که کمتر پیش به شما گفتم بدیل نگیرید. کلتکلت دیگر نیست و این مرد. شما باید فقط به پیش حرکت کنید. به پیش بخشی که در توی شما و کلتکلت اشتراک کردن نتوانستید، اما در این تویتون وعده میدم که اشتراک کرده خدمت بسیار. من در اصل در توی شما و کلتکلت بسیار اشتراک کردن میخواستم، چون که برای من کلتکلت شیرینه بود. میلاش کلتکلت از قانون میگریخت، او یک دوست بود، اما برای لیوین او مردک بود، مردک میمونه. کلتکلت آدمش بود. لیوین و شما با هم دیگر بسیار زیبنده بودید. لیوین مگمونم دیگر چون شوهر رو پیدا کردن میتونید. او شما را بسیار دوست می‌دارد. شما را میخدر دوست دارد که حتی جانش را فدا. من با خودم گفتم که شما را تنها مرگ از هم جدا میکند و شما را مرگ جدا کرد. کلتکلت یا چاقت بکنم خانم زورا. کلتکلت زنت شو کرده است. ای بسیار در هیجان هستم. عاقبت از بیمار خانه میبراید. بله ها. این شیم و کاستوم مگر از من هستند؟ در تنم کمتر کلان. آخر کمتر کلان شدید جناب احمد، اما من شما را نگاه میکنم. شما را با حالت اولا به نمود پیشرفتان میرسانم. خواهدیر نشوید. نه لازم نیست، سلامت باشید. از این بعدش رو من خودم حل میکنم. رحمت. مگر این خیلی میشود استاد احمد؟ مگر من شما را در این حالت تمام میگذارم؟ اما لازم نیست. السلام. دکتر جزدان و شناسنامه و کلیدتان رو گیرید. تشکر زیاد. دکتر این خاطره یعنی خاطره من عجب و کی برقرار می شود؟ چقدر وقت می کشد؟ در باره آن چیزی عمیق گفتن نمیتوانم. بینید، بله ممکن است نزدیکانتان را، نام آنها را، کاروبار آنها را به خاطر نآورید. حتی معلومات های آموخته‌تان را، هرچی را آموخته شاید به یاد نآورید. اما اگر کارهای تا به امروز کرده‌تان را تکرار به تکرار اجرا کنید، وقتی به خاطر آوردنتان را زودتر میکنید. فهمیده؟ خدا شفا دهد. خدا شفا دهد جناب احمد. براتون پنج احمد این رو یک جای بستر میکنیم. رمزهای خاطرت رو من حل میکنم، با تو بازی های ذهنی میکنم. همه چیز رو به یادت میارم. از همه اول عشقمان را. تو هیچ خاطر نشو. اما یک اینجا بیا. این حالتی گم کردن خاطرت رو هیچ کس نفهمد نباشد. دیرکتر تو رو به نفع قربان میکنه. وعده میدیم تنها تو و من این رو میدونیم. هیچ کس گم کردن خاطرت رو نمیفهمد. رفتیم
بچه استاد احمد میاد. آنادی طلبه باید با پیشوازی تو اومدن عشقم. در حقیقت من آموزگار بودم. بین دیرکتر هم کرونا هم اومدن. کرونا؟ دیرکتر؟ مگر تو هم آموزگاری؟ بله آموزگاری فلسفه هستم. ای اما خاموشم این چیز رو بغیر از هر دویمون هیچ کس نباید دونه. تو به هم کرونا طلبه باید تبسم بکن بس است. بیخند؟ کلی بیخند؟ رفت. چیکار میکنید بچه؟ منو گذارید تا زمین کنید بچه ها به جایتون گذارید. استاد ما را بسیار ترساندی. شکر خدا که شفا یافتی وگرنه ما را از وظیفه هم سر میکردم. خدا شفا دید جنابی احمد. رحمت است. زنده باشی استاد. رحمت است. استاد از دیدارتان شده. تشکر. استاد جانم انا میبینید استاد احمد چقدر با مکتبمون عزیزه. دیرکتوری مکتب حتی به اینجا تشریف آوردن. جنابی مرتضی من هیچ در خاطر ندارم. کلمه معلم شدم. ایو بس نکنید تو بس مدام بین معلمه میشگاه با استاد احمد چه میگرد نیست؟ میوزه بیاکتیگر دارن. بخشش معلمه بخشش استاد باور کنید شما رو بسیار یاد کردیم. به شما صنفمون گوریستان بود استاد. میرابی استاد وقتتان رو نگیریم به خانه‌تان رفته استراحت کنید. دوامش رو خدا خواهد در مکتب صحبت میکنیم. مکتب در کجاست کنی گویی؟ استاد احمد هر چیز زودتر برای به مکتب رفتن به تو قدی کشید. همین خیلی استاد. بیایید من با ماشینم شما رو میبرم. بله. گل ها رو با من دید. تشکر. نه بچه شما با خانه نبوشه در مکتب ما میخونیم. بچه ها زود به خانه هایتان رو زود باشید. استاد احمد با شما وزمی نشود گفته امسال صنف‌های بالایی رو دادیم. چی رو دادی؟ این را هم بگو پورا میشه. من آموزگاری کدام تنم. سلامت باشی. استاد احمد هم برای درسهاشون بسیار در هیجان بودن که کیسر میشوم. همین خیلی استاد احمد. این طرح باشد میرویم. مرحمت. اینش از کجا بردم؟ خاطرم رو گم کردم گفتم اگر خودش را به من چسبنده است خدا زند. هیچ مقالم نشده. بسیار زیخم سر دارم. خوزی رفته جنایتکاران رو دستگیر میکنه باز تبم بولیدن میگردن. خیلی شو که بشکن نبرآمده بودیم. لوین بعد از کالتکل از کار را مزهش نمون. از این کار دیگر هیچ لذت نمیکنه. سردارم حالا کالتکل زیر خاک است. چیکار کنیم؟ با زیر زمین در آمده آن رو پیگیری کنیم. لوین میدونی دلم میگوید که آن بشرف باز نمانده است. سردارم این خیلی نگوید. آدم مرده رو با خوبی یاد میکنن. مگر بیشرف بودن با شما میزه بر درخت رو دعا کنید. برو من یکی یاد کنید که گناه عظیم است. گناه است گناه. ای بیامونه. سیندرومتون اوج گرفت. این سیندروم اونان است. توبه گوید سردارم. توبه. قل هو الله رو خانه سردارم. قل هو الله. زنده. کی زنده است سردارم؟ التماس آرام شوید. یکی نشد کالتکل زنده است. سردارم شما بیمار شده. بهتر از شما رو به بیمارخانه برم. به بیمارخانه. چی خیل بیمارخانه وای زنده است. سردارم مرا ترسانده ایستاده سردارم. ای پسر وای زنده است. آخر با چشمان خودم دیدم در داخل ماشین بود. را پیگیری کردن لازم است. سردارم چیکار میکنی؟ استاد باید با محله بریم اون طرف.
چشم محله حادثه تو دارو میگذار آدم را عدس میگه شاید دوگانی کش باشد هر آدم دوگانی خودشا دارد خب چنان میزنم که عینک‌های در چشم میداره سردارم شما میدونید که یک آدمی مرده رو تعقیب کرده ایستاده شما جنایت کرده ایستاده لو بر این وقتی کارمند پلیس رو شما گرفته ایستاده ای احمق دمت را گیر گفتم احمقی بفهم و تو میگم کارت کلاس رو دیدم سردارم شما دیگه کار ندارید فقط کارت کلاس یانگه هله باشه از باره کارت کلاس شما رو ترک گفته به خارجه کارت کلاس مور روزش نمیدی در همون گور قرار بسته دایم کارت کلاس خب کن از پوش تو ماشین رو گم بکنم استاد یک ساله اجاره پولیتون رو پرداخت کردیم بقیه معاشتون رو باشد با کارتتون گذراندیم میتوانید استفاده برید سلام به خانه‌تان رسیدیم خوب به شما استراحت خوب استاد خدا خواهد در مکتب میبینیم استاد احمد البته جناب احمد جان پگاه در مکتب ما میخوریم نباشد با اجازت شما میفرمایید مرحمت احمد تو بازدید میبینیم در بین محله مرا پرتافته رفتنده خوبی کردند خواستید پر خوبی کنید دفتران سراغه خانم را گفته بعد میرفتید اون زن باشد گویا با من کمک میکرد فیلسوف هست که فیلسوفی کرده رفت من معلمی چیم در این مکتب کار میکنم یک متشون نمیدانم به فکرم این خانه نیست اینجا هم نیست سردارم متاسفانه گفتم میتوانم که ماشین را گم کرده کجا شد؟ این آدم کجا غیب زد؟ دیدم آن آدم را با چشمانم دیدمه؟ سردارم کارت کلاس مرد او را گور کردم آخر لیون چی گفتی تو دی؟ من وی را با چشمانم دیدم بیچاره زنده است سردارم گوش کنید بازی من و شما باید از پس سخرات علیه لعنت باشیم مگر شما نمیفهمید که سخرات کارت کلاس رو به قتل رسون ما باید از پس سخرات باشیم نه از پس کارت کلاس سردارم این کاری که شما میکنید هیچ معنی نداره خاموش شو از روی تو من وی را گم کردم سردارم به محله که حادثه شده است میرمی بله میرویم لیون و فکرم خانه ما اینش هست خرسند شدم بسیار چی میخوری شما؟ چه عجبا اینجا خانه احمد شمشک است؟ مشکل احمد اینجا خانه ماست بخشش بسیار خانه زیبا چشم نرسد روزهای خوش نباشد یک سال می شود اشکانت خشک نمی شود اکنون باید به حیات برگردی نمیتوانم زمین نمیتوانم عقم را بسیار یاد میکنم از روزی او را از دست دادم خودم را هیچ خرسند حس نمیکنم هیچ شاید این کمی باشد تو رو خرسند میکند این چی است؟ تو رو از عقد خواستگاری میکنم بدون در حضور او در شاهدی او با من اویلدار میشوی من همین و فکرم اشک شادی میریزی
این دفعه با من بله میگویی ها بیتول؟ مگر همین اشکی شدی هستم؟ بله. چی تو مرا مسخره میکنی؟ من از غم مرده ایستادم، تو مرا مسخره میکنی؟ بیراو از اینجا. بیتول ای کالتاکیلاس، بلوزنت وقتی مردنت رو یافتی ها؟ میمردی که بعد از توی منو بیتول میمردی، گرچه هنگامی زنده بودن تو یک بلای سرم بودی. خدا رحمتت کند. هیلی جان گوش کن، سوال دارم بپرس جواب میگویم. تو از آن دامولای دیوانه هم سوال میپرسی، او جواب میداد، از من هم میپرس، من جواب میدهم. بین اگر از من سوال نپرسی جماعت به من آنقدر اعتماد ندارد. دامولای دیوانه، من از دامولا زیاد سوال میپرسم، از تو نمیپرسم. مرا به حالم گذار. چی ها میگویی توی؟ سوال ده پسرم، سوال ده. ببین یک لحظه صبر کنه. از من سوال میپرسید، سوالات رو میپرس از من. از افتابوس نفر آمده جواب میگویم. من از شما سوال نمیپرسم، روید از این جایی. نمیشه باید بپرس. با او جای دیگه دکه. نه ناراحت نشوید، بپرس. چندم شده که؟ یک لحظه من پولی پیدا دارم، من خودم گراهگیرانه میدم. من از شما پول نمیخوام. چی ها میگوید؟ روید از این جایی. یک لحظه راننده. خدایا توبه. سوالات رو بپرس. بیا سوال نده التماس. صبر کن ایستا. نگریز. یا خدایا توبه. چرا با من چسبیده است؟ منو بیزار کرده است. استاد، چرا مرا در این دنیا تنها گذاشتی؟ استاد، خدایا با من کمک کن. این دیوانه رو نمیفهمم. میگه از من سوال. چرا من از آنها سراغ خانم را نپرسیدم؟ من خانه را از کجا میابم؟ یک به یک با این کلید درها را گشوده نمیتوانم. این خانه در کجاست؟ خانه در کجاست؟ حالم را ببینم. سعی و کش کرده باز به همان جا آمدم ها. در کجاست این خانه؟ احمد جون، خوش آمدی پسرم، از دیدارت شدم. رحمت در بیمارخانه بودنت خبرگیری رفته نتوانستیم، اما دعاهایی که به من آموختی در حقت شب و روز میخونم. علاوه بر این خانه‌ات را هم نگاه بین کرده. خانه هم را گفته؟ بله نگاه کن. انا ببین چگونه زیبا شده است. شوهرم گل بر این خانه‌ات را نگاه بین کرده است. از ما راضی باش. رحمتی کلام، دستتان درد را نبینه. تشکری زیاد. نمیارزد. خوش آمدی پسرم. خوش باشه. مایلش یکم خدمت باشه. گپ زد. تشکر. وای خانه همون همینجا بوده است. با خدا بسیار خوب نگاه می‌کرده. بسیار مثل گل نگاه کرده. رحمت. خانه من همینجا بوده است. مگر در اینجا زندگی میکردم؟ مایلش بد نبوده است. وای اوهو، این کیست؟ این را بین. مگر این منم؟ فو، از راستی من بدرو بودم. مگر موی سری من همیشه میشه؟ قد و قامت را بلا زنده از شمشیر. اوف، این صورت رو از اینجا
گرفتن هم لازم. این چیست؟ خب من این رو چرا بینداختم؟ چشمان من بسا خوب میبینم. عجبا، هنگام سرم به زمین برخوردن بینیشم برقرار شده باشم. زهرا، 2 روز بعد آیله دار میشوی. این چی حال است؟ اکنون خودت را جمع بکن. از آن کلتکی لحظه که 1 سال ما را فریب داد، عقل و هوشت را دور بکن. بابا جان لطفاً درباره او این خیلی گپ نزنید. بین، حالا هم او را پشتیبانی میکنی؟ دامولا پنداشتیمش دوست برآمد، دامادش پنداشتیم ساخته کار برآمد. این حال را بین دخترم آخر. بابا جان چند بار دیگر به شما بگویم زیا را به این ازدواج من راضی کردم. کلتکی لس بودنش گناهی توست زهرا. او را دامولا زیا گفتیم، دوست داشتیم، حرمتش کردیم. آدم کلتکی لس برآمد. گوش کن زهرا، تمامی مجبور کردن من برای خوبی توست. ای کت را من از خوردیش میشناسم. اگر از تو را خوشبخت کردنش باور نمی داشتم، برای خانه‌دار شدنت مجبور نمی کردم. من دیگر خوشبخت شدنم رو فکر نمی کنم بابا. لیکن می سنجم، به خاطر شما می سنجم. بهترین، بسیار خوب، بسیار خوب. تو یک تای من هستی، یک تای من هستی، یک تایم. حالا خانه‌ات را آباد بکن، بعد کار را سر میکنی. 1 سال شد که به جای کارت قدم نمانده ای. همین خیلی؟ من کار کردن نمیخواهم. چی نمیخواهی؟ من... تو چی فکر داری که من چرا به این ازدواج تو را مجبور کردم؟ خودت را جمع میکنی، به کارت برمیگردی، مانند پیش یک زن بسیار زیبا میشوی و پیش راحت گشاده میشود. روزهای نیک تو را انتظار است. آن کلتکی لس گفتنی آدم را اکنون فراموش میکنی.